حزب مشروطه ایران به سوی بزرگمردی نشسته است که به راستی در میهن دوستی یگانه بود. دکتر داریوش همایون برای ما هموندان حزب مشروطه ایران نه تنها آموزگاری دانا و شایسته، بلکه پدری دلسوز بود. پدری که بیش از 6 دهه عمرش را صرف پیشبرد سرآمدان جامعه ایران در راستای دموکراسی، حقوق بشر و احترام متقابل نمود. دیدگاهش از افق والایی برخوردار بود و اهدافی عالی برای ایران و ایرانی داشت. هیچگاه از هیچ کوششی برای رسیدن به ایرانی آزاد، مترقی و پیشرو باز نایستاد. هرچند از دست دادن دکتر داریوش همایون برای حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات ضایعه‌ای دردناک است، اما نهالی که او و یارانش در 17 سال پیش کاشتند و او در طول همه این سالها با عشق وصل ناپذیری آن را از دانش خویش سیراب نمود، اکنون با توانمندی قادر به پیشبرد اهداف اوست و راهش را ادامه خواهد داد. تاریخ و نسل‌های آینده ایران آزاد از مردی که عمرش را با عشق به یکپارچگی و سربلندی ایران گذرانید و جز بهترین ها برای ایران نمیخواست، به نیکی یاد خواهد کرد. باشد که اندیشه های والایش همواره چراغ راه ما برای آزادی و رسیدن به ایرانی مدرن، مترقی و نظامی مبتنی بر قوانین حقوق بشر و جامعه‌ای لیبرال دموکرات باشد. ما فرزندان سیاسی داریوش همایون ضمن همدردی با خانواده گرامی ایشان این فقدان را به همه دوستداران این بزرگمرد تاریخ آرام باش میگوییم. در هفته‌های آینده مراسم بزرگداشت ایشان در استکهلم و برخی شهرهای دیگر اروپا و امریکا برگزار می شود که جزئیات آن به اطلاع هموطنان گرامی خواهد رسید. یادش گرامی و راهش پررهرو باد. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، شاخه استکهلم.